داری او 400 سال عبادت دارم او 200 سال شبتی میتیم اگه تشنگی را بین نعمت خدا را بین با او 200 سال شد دادم شما خورده و نجیس کرده و گذرونده با قوت یک بار یاد نکرده میگه که 400 سال عبادت داره میگه در اینجا خبر اومده که بعد بانک او فروخت 400 سال عبادت حرارت دوزخ چنان بلند شد که رودهاش در اون خشک شدن تشنگی را دیگر راه گشتن نتونست او که اون بیاره 6 تا قطعه همون نجات در صحبت درآمد بعد این شاگردان گفتن این استاد ما دیوانه شده باشه بعد که استاد اگر خداوند ما و شما در رحمتش نگیره قسم به خدا جواب یک کلچه رو دادن نمیتونیم روز قیامت خدا به یادت نزنه فقط رسی گپ زنی و دیگه یاد خدا نکنی خدا نمیبخشه او میگه که یک شیخ بسیار عبادت گزار بود هر شب که عبادت میکرد دعا میکرد که ای پروردگار تو من در عدالتت بگی ما و خود دعا میکنیم خداوند در رحمتت بگی مراد ای عدالت که من چیزی که عبادت کردم در برابر عبادت خودم اجرم تی گفت سنی خداوند بعد خداوند برای دانوندنش یک شب در خوابش قیامت گماشتش دید که مرد است قیامت قایم شده است و در قیامت وقتی که فریادش میکنن الله بزرگ میگه که بر رحمت من جنت بره شیخ میگه که ای پروردگار من در دنیا فقط دعا میکردم که به عدلت بنبر من طاعت عبادت زیاد دارم بعد خداوند گفت که برش جنتش بره وقتی که برای جنت رفتن ای بالای پل صراط عبور میکنی که در تاش دوزخ خلنگه داره بعد میگن ملائکه در بالای هم پل صراط بردنش که حرارت دوزخ چنان بلند شد که رودهاش در اون خشک شدن تشنگی را دیگر راه گشتن نتونست گفت که اون بیاره که نمیتونه میگه تشنه شدم بعد یک ملائکه در یک ظرف آورد در یک بنکه بگیم پیش روش جلو داد گفت بتیم بخرم گفت که این ارزش داره این به ارزش نیست اجر شبتی میتونم گفتم پول ندارم گفت عبادت داری گفت 400 سال عبادت دارم گفت 200 سال شبتی میتونم اگه تشنگی را بین نعمت خدا را بین بعد گفت 200 سال شد دادم بعد بنکه آورد دادش خورد بنی می راهی همو پلی صراط رفت که تشنگی با دوباره زیاد شد با او گفت با در همون ظرف ملائکه آورد با گفت بتیم بخرم گفت دیگه داری عبادت گفت 200 سال دیگه دارم گفت او شمتی 200 سال عبادت دیگر هم دادش او خود بعد به در جنت آمدن رسیدن بس این رضوان جنت گفت که در این پلوان افکنده داخل شود اگه در همین وقتی که رسیه میره یک بنده که خدا خلقش کرده است کامپیوتر داره میچخش میگه تو دپارتاسیون میگرد به اینجا انا او هم در همونجا کامپیوتر چه میچخه رضوان جنت میگه این نداره عبادت میگه که 400 سال عبادت داره میگه در اینجا خبر اومده که بعد بانک او فروخت 400 سال عبادت بعد در گریه زد شاید در گریه زد بعد خداوند گفت که این تو با 400 سال عبادت نازیدی بعد بانک او من نرستی این قدر نوش نعمت من برای تو دادم یورا استفاده بردی یورا مسواکی میتیا تن صحت دادم چشمی بینا دادم که دنیا رنگ و برنگ تماشا میکردی برای تو من همسر عطا کردم عروسکای زیبا ای او برای تو فرزند دادم این قدر نوش نعمت من برای تو آماده کردم یورا کی جواب شو میتیا که ای خوش زد وای دورسی شیخ دعا کرد که ای پروردگار در رحمتت بگی اگر خداوند ما و شما در رحمتش نگیره قسم به خدا جواب یک کلچه رو دادن نمیتونیم روز قیامت برای همه یک کلچه در دوره جنگ بسیار انسان دختراش دادن برای نون برای گندم برای سبوس دیگه قدر این نوش نعمت ما باید بدونیم در جایی که خودم خدا را سپاسگزاری کنیم یک سری از جانب خداوند برای مردم بگیم تا که روز قیامت در پیشگاه خداوند جوابگر نشیم انا که این نوش نعمت ها از جانب الله هستند میگه یک شیخ بود خطی شاگرداش رفت که یک بیادب در همین دم راه تورات شکسته بعد همه شاگرداش دهناش رو کپیدن بعد شیخ رفت در پیش شیشت در پیش همون نجاست 6 تا قطعه همون نجاست در صحبت درآمد بعد این شاگرداش گفتن این استاد ما دیوانه شده باشه بعد گفتن که ای استاد شکام میگوی جبیایی بعد فیروز کرد اومدن گفت که یا مخلوق شما یا مخلوق همین میدونه چی میگه او چی میگه او این میگه که من دین روز در بازار انگور بدم دین روز در بازار من سبزی بدم مثلا که انار بدم مثلا که گوشت بدم همین طریق چیزا بدم اومدم یک شب قد شما مهمون شدم شما رو به همین حالت رسونده من با جای ای شما نفرت کنم با شما ای من نفرت کردی این ای قدر نوش نعمت ما میخریم نجیس بنیم میگذرونیم اینا در پیشگاه خدا جواب میدیم خداوند میگه که ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات والعصر ان الانسان لفی خسر قسم میخورم به عصر شما ای انسان که ای انسان ها شما خسرانکاری ویروکاره ببین یا بقره خومنه میکشیم
بریم نمیخریم، شربو نمیخریمش. وایرون کردیم و نکردیم؟ کردیم. اینقدر نوش نعمت پاک پاکزار میخریم، نجیس نمیگذاریم. کردیم و نکردیم؟ در لحظه مصرفی چقدر جمع شده است. همه را مصرف کردیم میبرم میپرتویند. انا شما وایرون کاره ای انسان ها. بعد خداوند در دوام میگه که الا الذين آمنوا و عملوا الصالحات، مگر استثناء کرد وایرون کار نیستن اون انسان هایی که ایمان به خدا آوردن عمل صالح انجام دادن. انا ایو چنده که میخرن وقتی که خدا را عبادت میکنن عمل صالح انجام میکنن، خدا میگه شما وایرون کار نیست، من شما را میبخشم، من شما را میگذرم. کسی که وقتی که همین او و خود میگه الحمدلله خدا را شکر، خدا میگه من بخشیدم. یکی بخری و خدا به یادت نزنه، فقط رسی گپ زنی و دیگه یاد خدا نکنی، خدا نمیبخشه. روز قیامت این نعمت ها ما شما را میپرسه. فیها حبا و عنبا و قضبا. الآیه الله بزرگ میگه ای انسان وقتی که در سر سفره میشینی در بالای این نوش نعمت های گوناگون یک بار تفکر بکن که چه سبب شده است که تو صاحب رزق روزی شده و اینها را میخری و قوت بگیری. برای گناه کردن بسیار دلیر میشه که حضرت شیخ عطاری ولی میگه که نفسی سگ را هر کی سیرش میکند در گناه کردن دلیرش میکند. وقتی که میزنیم سیر میکنیم بعد دیگه گپ زنی و غیبت و بهتان و مثلا که هر یک کار قادر میشیم که انجام میدیم. اگر گشنه باشیم گویا که هم جینجی گولک خود نمیخورد. وقتی که همین روزه میگیریم بعد عبید دیگه همین یک گولک جینجی من نستیران وایرون مینا میگیم خب نمیکنه دم شده میگرفت توشه برایش گشنه همه بیزار میشه. لیکن خدا میگه در اینجا شیشته که اینها را دیده شما یک بار تفکر کنید چه سبب شده است که شما صاحب رزق روزی شده. ان سببنا الماء سبا، برای شما این آب باران سبب شده است. خدا میگه من از بالا این آب باران سر دادم زمین باردار شد، ثم الشق الارض، بعد از اون ارض کفید و برای شما حبوطات و نباتات رویانید. همین گندم شاله و میوه هایی که اصلا گوناگون همین ها با سبب بارش بارون پیدا می شود. همین در آوای ما در جبارای ما میان همین برف بارون که برای ما میان ما صاحب آو شدیم، این قدر است روزه صاحب شدیم. حضرت شیخ سعدی میگه که ابر و ماه و باد و خورشید و فلک در کارند تا تو نان به کف آری و به غفلت نخوری. این همه از بحر تو سرگشته و سرگردانند، شرط انصاف نبود که تو فرمان نبری. ببین این ابرهای میبینیم، این آفتاب میبینیم، این شمال میبینیم، این بارون میبینیم، همه اینها در خدمت ما و شما هست. خداوند مسخر کرده است برای خدمت ما و شما. ببین که اینها میبارن بعد ما صاحب نون میشیم. حضرت میگه که این نونه که خودی به غفلت نخور، اینا که خودی خدا را عبادت کرد، خدا را یاد کرد. همین مجلسی که امشب ما و شما جمع شدیم، اگر همین مجلس به امر معروف، به تلاوت قرآن، به دعا و به ذکر بگذره، روز قیامت باعث حسرت همه ما و شما میشه. برای چی؟ الله بزرگ میگه این قدر نوش نعمت من در اختیار دادم، شما خورده و نجیس کرده و گذرونده، با قوت یک بار یاد نکرده. انا روز قیامت در نزد خداوند ما پرسیده میشیم. و همین خودی دعا میکنیم پروردگار جمعیت ما را هدایت کنی، توفیق بندگی بدی، در زیر این حدیث ها و آیه ها استوار مداری و توفیق عمل کردن عنایت کنی و این برادر این خیرات صدقاش به عرش اعلی قبول کنی و دستگیر آخرت کنی. این دو جوانی که به زندگی مستقل قدم میگذارن خداوند اینها را خوشبخت کنی و فرزند صالح صالحه از نام اینها به دنیا بیاری که خادم شریعت اسلام باشن. برحمتک.